درود دوستان، امروز در گروزیا در گورجستان در لیگای بریف ورزشگری توجیه خورشید نظرов برآمد میکند بر ضد ورزشگری گورجستانی. دوستان همه کسا خورشید نظرов رو دستگیری کنید، با او بردباری ها آرزو نمایید در کامنتاری ها و ما امیدواریم که امروز خورشید نظرov دست بالا می شود بر ضد ورزشگری گورجستانی. این لیگای بریف لیگای اروپیسکی اروپایی است و ما امیدواریم که خورشید نظرov در این لیگا سال آینده قهرمان خواهد شد و اگر که در این لیگ قهرمان شود خورشید نظرov برای UFC رفتن آسان می شود، چون که لیگ اروپا را همه میشناسند و برای خورشید نظرov این آسان می شود که با UFC رود. دوستان خورشید نظرov رو دستگیری کنید و من خلاصه این مسابقه رو فردا با شما حتما میرسونم و امیدوارم که این خبری خوش می شود و امیدوارم که خورشید نظرov دست بالا می شود و خورشید نظرov در کامنتاری ها بردباری ها آرزو نمایید و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و حتما فردا من با شما خبرهای خوش رو ان شاء الله میرسونم. خدا یار و یاورتان باد.